سرخط خبرهای مهمترین: مسئله انتقال 200 زن محبوس از روسیه به تاجیکستان. حکومت تاجیکستان امسال 5500 کارگر خارجی را جلب می‌کند و پوتین گفت عربکش در کار نیست. در تاجیکستان چه نظر دارند؟ سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 14 اپریل سال 2026 است. وکالت‌دار رایت به حقوق انسان در روسیه میگوید که برای انتقال 200 زن محبوس از روسیه به تاجیکستان به رئیس جمهور امامعلی رحمان مراجعت کرده پاسخ مثبت گرفته است. در این باره تاتیانا ماسکالکووا در صحبت با خبرگزاری تاس خبر داده است. ماسکالکووا از این بیشتر جزئیات نداده است و معلوم نیست که درخواستی او به امامعلی رحمان کی ارسال شده است. مقامات تاجیکستان هم در این زمینه چیزی نگفتند. وکالت‌دار رایت به حقوق انسان در روسیه گفته است که زنان محبوس خارجی در زندان‌های روسیه با مشکلات زیاد روبرو هستند و از جمله نمی‌توانند سری وقت خویشاوندان خود را عیادت کنند. آمار زنان محبوس از تاجیکستان در روسیه در منابع باز دسترس نیست. مقامات تاجیکستان کوتای مهاجرت خارجی و جلب قوه کاری خارجی به کشور را برای سال 2026 تصدیق کردند. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که رادیوی آزادی 14 اپریل شناس شد، امسال 5500 شهروند خارجی باید برای کار جلب کرده شوند. از این 3400 جای برای چینی ها، 520 جا برای شهروندان افغانستان، 400 کوتا برای ایرانی ها و باقی برای کشورهای دیگر پیش بینی شده است. در فرمان پرزیدنت آمده است که کارگران خارجی از همه بیشتر برای کار در ساحه‌های صنعت و ساختمان جلب کرده می‌شوند. بر اساس این سند بیشتر خارجی‌ها در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهور به کار فرا گرفته می‌شوند. حکومت تاجیکستان همه ساله برای جلب کارگران خارجی کوتا تعیین می‌کند. این در حالی است که سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و کشورهای دیگر می‌روند. کارمندان گمرک در فرودگاه تالماچاو شهر نوسیبیرسک مردی را بازداشت کردند که می‌خواست زیاد از 25 میلیون روبل یا 313,000 دلار را غیر قانونی به شهر دوشنبه ببرد. مقامات روسیه از این فرد نام نبرده تنها گفتند او شهروند خارجی و 30 ساله است. به اطلاع خدمات گمرک روسیه، این نفر بیش از 25 میلیون روبل را در شکل نقد در باغچه‌اش جای داده آنها را در اعلامیه یا دکلراسیون وارد نکرده است. نظر این نفر به قضیه معلوم نیست. گفته می شود این فرد در اول انتقال پول زیاد را رد کرده ولی در وقت سنجش کارش را اعتراف کرده است. مقامات روسیه علیه این نفر با اتهام قاچاق پول نقد در حجم کلان پرونده جنایی باز کردند. متهم را جریمه کلان یا زندان تهدید می‌کند. چند کشور اروپایی و آسیایی گفتند از تصمیم دونالد ترامپ برای محاصره دریایی ایران حمایت نمی‌کنند و با ایالات متحده در اجرای این کار همراه نمی‌شوند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 13 اپریل گفت که صرف نظر از فشارها بریتانیا وارد جنگ با ایران نخواهد شد و از بستن تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. او در گفتگو با رادیوی BBC بازگشایی تنگه هرمز را حیاتی خواند و تاکید کرد که دولت بریتانیا تلاش برای باز کردن این آبراهای حیاتی را ادامه می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا بارها از نخست وزیر بریتانیا برای کمک نکردن در بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرده بود. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که در روزهای آینده با بریتانیا نشست مشترک برگزار کرده راههای باز کردن تنگه هرمز را بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 12 اپریل اعلام کرد که در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران، نیروهای بحری ایالات متحده بلافاصله محاصره تنگه هرمز را آغاز خواهند کرد. با گفته رئیس جمهور آمریکا، این محاصره شام 13 اپریل به وقت تهران آغاز شده است. در واکنش دیگر به تصمیم ایالات متحده آمریکا، مارگریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا محاصره دریایی تنگه هرمز را بی‌معنی خواند. ژاپن و استرالیا، دو متحد آمریکا، گفتند که برای شرکت در بستن تنگه هرمز هیچ درخواست نگرفتند. تنگه هرمز یکی از مسیرهای اساسی انتقال نفت جهانی است و تقریباً 20% نفت جهان از این آبراه می‌گذرد. در پی عملاً بسته شدن تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهانی به طور نظررس بالا رفت. عربکش در کار نیست. این حرف را ولادیمیر پوتین در رابطه با مهاجران کاری گفته تاکید نموده است که برای روسیه دیگر مهاجران متخصص لازمند و آنهایی که اختصاص و سواد ندارند لازم نیستند. مهاجرت کاری به روسیه همانا برای بسیاری‌ها یک برنامه مهم زندگیشان باقی می‌ماند. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که برای به روسیه رفتن باید چگونه آمادگی دید و آیا در تاجیکستان شرایط برای آماده کردن متخصصان وجود دارد؟ به فکر شما هم شخص پیش از مهاجرت باید چگونه آماده شود برای سفر؟ хотя я روسی را بدونه بو خوب باشه. خیلی با دلشی بولشی یاد میگیره اونجا.
فقط زبان روسی داند کافی است؟ او زبان روسی را بدون خچه بیده بیارو که بیشتر میرن از همون دوگ ده هم ایستاده روسی را گذاشتن نمیتونن خچه روسی را بدونن پس بخواه یاد میگیرن همشو چه یگان کسب داشته باشه در روسیه فقط وارد کسی در کار نیست و یگان کسب داشته باشه به خودش. خیلی خوب. آیا در تاجیکستان همین مکتب‌ها در همه جا هستن که بچه‌ها رفته کسب آموزن؟ هم موجود است و شرایط خما از نسبت شرایط دوره شوروی نقص‌تر خوبتر. شما یگان مکتب کسب آموزی را میدانید؟ کسب آموزی را خیلی مرکزی کسب آموزی قلمه اون وجود هسته کو مردم میروند چی میکنن بسیار خب باید پیشک تیاریشون بینن آخه بر مقصد کسب و هنرشون پیران وجود همون کسب هنرشون قدی کار کرده بتونن عروبه نکشن اوری توجیک پس بشن. بعضی بچه‌ها هستن که بعد ختم صنف 11 یک بار به مهاجرت میرن بدون یگان آمادگی چیز همدا در اونجا به چی حالت روبرو میشوند شما کی بوده؟ اونجا میرن با عذاب میکشن نه کسب دارن نه هنر دارن. خیلی ما هم رفتیم خیلی یاد گرفتیم کسب هنر زوادی ببل 6 7 سال کار کردیم همین چیزا همش یاد گرفتیم اونجا. اول رفته یگان کسب هنر نداشت؟ نه اونجا رفتیم با هم دام مهاجرت یاد گرفتیم با اومدیم اینجا قریب 12 سال شد کار میکردیم تاجیکستان. چه حالت روبرو شد وقتی رفتید یگان کسب هنر نداشته؟ رفتیم میگه حتی همسایه بود مونم زواد اول کار میکردیم با استاد هم تا استاد شدیم با مستری کلان شدیم. اما جو هست کالج هم هست چی هم هست پتو هم هست لگو چی هست اوزی چیز در کار هست کسب میموزم هم تیار قدر روی میکنن که مهاجر رو هم چیاش هست. یعنی متخصص بهتر است از آدم غیر اختصاص. پردار با سوزاده چه مرو بکشی کسب پردار سوزاده کاری چرک نمیکنن کاری افلاس نمیکنن کاری حلالی تازه میکنن میگن زبان مردم. همینجا کسب میموزیم من اینجا که واسه وزارت شغل اهالی مؤسسه کسب آموزی و کلان سالان هست در اونجا کسب آموختن مدت 3 ماه 6 ماه هست پس در اونجا خودشون هست دارن که مثال با مهاجر روی میکنن خیلی هم هست همون خودم که متخصص که هستیم خودم میره همونجا کار جویده کار میکنیم. در روسیه بیشتری بچهای تاجیک که میروند از تاجیکستان آیا صاحب یگان اختصاص هستن یا همه خیلی توکل میرن؟ حق چه فهمونیم 50 فوزش اختصاص و 50 گاز به اختصاص پس وقتی که کار کارش و نوکیش اختصاص باشه با ماده یاد گیری سام میگیره خیلی هم هست. البته به یگان اختصاص میرن به چی روبرو میشن به چه حالت؟ بسیار عذاب میکشن بیکار بسیار میمونن اکثر که متخصص که هستن اونها تسال کار میارن و کار میکنن. بینندگان عزیز شما در این موضوع چی نظر دارید؟ می توانید در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. گروه از کارگران چینی با سبب پرداخت نشدن حق کارشان در شهر کمسمال لب اموری روسیه دست به اعتراض زدند. بخش روسیه رادیوی آزادی نوشت بیش از 100 کارگر چینی روز 12 اپریل با نوشته‌های با زبان روسی و چینی در کوچه‌های شهر راهپیمایی کردند. آنها در مراجعه خود از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر شرکت راسنفت ایگور سچین طلب کردند که حق کارشان پرداخت شود. اعتراضگران گفتند که کارگری شرکت پتروخیخو همکار راسنفت میباشند. دیمیتری زابتولایف شهردار کمسمال لب امور گفت که مقصد اعتراضگران جلب توجه به مشکلشان بوده از روی این قضیه دادستانی سنجش را شروع نمود. اعتراضگران را بازداشت نکردند. دیرتر حکومت ولایت خبروفسک گفت که کارگران از آن ناراضی هستند که کارفرما با آنها قرارداد را قطع نمود. مقامات گفتند مشکل در مهلت اجرای کار و صفت آن بود. در عین زمان راسنفت گفت که به حیث شرکت فرمایشگر سری وقت تمامی مبلغ را پرداخت کرده است و مشکل نپرداختن معاش در مسئولیت پتروخیخو می باشد. رئیس شرکت پتروخیخو با سبب در خارج از روسیه بودنش نتوانست است با کارمندان ملاقات کند. حالا بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات در 14 اپریل را در سالهای گذشته فرا می‌گیرد.
14 اپریل سال 1951 در دوشنبه اکادمی علم‌های تاجیکستان تأسیس شد که اولین پرزیدنت این مؤسسه علمی نویسنده و دانشمند معروف صدرالدین عینی گردید. مؤسسه مهمی علمی و تحقیقاتی برای رشد علمی شوروی در بسیار ساحه‌ها از جمله طب، کیمیا و بیولوژی، ادبیات و زبان تاجیک، ستاره شناسی، کشاورزی و غیره خدمت کرده است. این مؤسسه هم چون یک ستون مهمی ساختار شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی حکومت عمل میکند. 14 اپریل سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرارش گروه دولت اسلامی و سازمان جبهت النصره را سازمان‌های تروریستی و ممنوع شده در خاک تاجیکستان اعلام کرد. این زمانی بود که خبرها از پیوستن ده‌ها شهروند تاجیکستان و اعضای عائله‌های آنها به این گروه فعال در قلمرو سوریه و عراق رسانه‌ای میشد. تاجیکستان برای شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی مجازات سنگین تعیین کرد و بعد این ده‌ها نفر با این اتهام پشت پنجره رفتند. مقامات گفتند نه کمتر از 2000 شهروند تاجیکستان در هیئت داعش در خاورمیانه کشته شدند. 14 اپریل سال 1916 در شهر قوقند آهنگساز معروف شوروی سلیمان یوداکوف تولد شده است. اسم او چون مؤلف آهنگ گیمن تاجیکستان شوروی و بعداً سرود ملی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ موسیقی تاجیک ثبت شده است. این آهنگ با متن ابوالقاسم لاهوتی سال 1944 ایجاد شد و بعد سال 1997 با متن گلنظر کلدی نو کرده شد. او 74 سال عمر دید و سهمش را در رشد موسیقی تاجیکی بی‌نظیر ارزیابی می‌کنند. شبانه روز اخیر قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی پس شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 121-123 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 943 سامان ارزش دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 14 اپریل چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر خبری جالبی دارید می توانید به ما فرستید. خدا نگهدار.